دنیایی را تصور کنید که در آن بلندترین ساختمان‌های مسکونی فقط 30 متر ارتفاع دارند. دنیایی که طولانی ترین پل‌های آن فقط چند متر درازا دارند. دنیایی بدون ماشین یا قطار یا سکوهای نفتی. آیا می توانید چنین دنیایی را تصور کنید؟ اگر می توانید، یعنی دنیایی بدون فولاد را تصور کرده اید. We were able to build longer, stronger bridges, much taller buildings. We were able to build automobiles. فولاد ابرفلزی که از دنیای ما حمایت می کند. این آمار میزان نیاز ما به فولاد را نشان می دهد. هر سال بیش از 1 میلیارد تن فولاد در دنیا مصرف می شود. با این مقدار می توان 12,000 بار پل گلدن گیت را از نو ساخت. You can shape it, you can form it, you can cut it, you can weld it together. You can build anything that you can think of out of steel. اما راز فولاد چیست؟ ترکیب ایدئال از دو عنصر فراوان در پوسته زمین، آهن انعطاف پذیر و کربن شکننده. بسته به اینکه این دو عنصر پایه‌ای چگونه با هم ترکیب شوند، می‌توانند ماده‌ای با ویژگی‌های باور نکردنی تولید کنند. آنقدر منعطف که به کامپ‌های کشسان تبدیل شوند و آنقدر محکم که گلوله را متوقف کنند. فولاد از زمانی که اولین تانک زرهی در جنگ جهانی اول پا به میدانهای نبرد گذاشت، آتش دشمن را به سمت خود جلب کرده است. اما این تقریبا متعلق به 1 قرن پیش است. اولین زره فولادی دیگر ضد گلوله نیست، چرا که اسلحه‌های مدرن بسیار قدرتمندتر شدند. امروز یک گلوله کالیبر 50 با سرعت بیش از 1200 متر در ثانیه حرکت می‌کند. این گلوله می‌تواند در یک دیوار سیمونی محکم سوراخ‌هایی به اندازه گریپفروت ایجاد کند و زره‌های فولادی قدیمی را به پنیر سوئیسی تبدیل کند. و تازه این مرگبارترین تهدیدی نیست که سربازان با آن روبرویند. The war in Afghanistan and Iraq put our fighters right in the middle of an urban situation. Different warfare, different needs. They had to combat different threats. And one of those threats was fragmentation devices. یک هاموی استاندارد از برقه‌های فلز فولاد ساخته شده است. این نوع فولاد برای استفاده روزمره مناسب است، اما این فولاد درست مثل در ماشین شما زیاد محکم نیست و این یعنی یک تله انفجاری که میتواند از این فلز رد شده و باعث صدمه دیدن نفرات یا کشته شدن آنها شود. ارتش ایالات متحده باید کاری انجام میداد. خوشبختانه فولاد آماده این چالش بود و در کمال تعجب تنها چیزی که برای بالا بردن استحکام فولاد نیاز است مقداری گرما و کمی آب است. The dark of night, our army came to us and said, hey, we need you guys to get with these scientists and come up with an armor solution so that we can protect our soldiers. And the way they combated that was with the add-on armor. زره فولادی آنقدر قوی است که میتواند هم در برابر آتش کالیبر 50 و نیز در برابر تله‌های انفجاری از سربازان محافظت کند. با آن بسته حفاظت تفنگدار گفته می شود. It is made of armor plate along with ballistic glass. It has a battery-powered motorized transversing unit that allows it to rotate 360 degrees around the vehicle. برای چشم غیر مسلح این فولاد مخصوص شبیه همان فلز معمولی است، اما کمی ضخیم‌تر. اما در داخل آن ماجرا متفاوت است. کلید توانایی‌های حفاظتی آن در چیزی به نام دانه‌بندی نهفته است. فولاد استاندارد دانه‌بندی بزرگی دارد، اما در بسته محافظتی تفنگدار فولاد طوری پرداخت شده تا بلورهای فلز بسیار یکنواختر باشند. قرار گرفتن مولکول‌ها کاملا در یک ردیف باعث می‌شود تا این فولاد عملاً نفوذناپذیر شود. The high quality steel that we make, that we produce, that makes it better out in the field for the soldier. اما ارتش چگونه توانست فولاد را به شکلی مقاوم کند که مرگبارترین گلوله‌ها و بمب‌ها را شکست دهد؟ در ابتدا فلزات دیگری مثل نیکل و کروم را در فولاد استاندارد به آهن و کربن اضافه کرد تا یک آلیاژ فولادی بسیار سخت تولید کند.
سپس آن فولاد را از زیر قلتک رد کرد تا چیزی به نام RHI یا زره همگن نبردی تولید کند. This is RHA and it's super tough. اما نوردیدن چگونه فولاد را محکم‌تر می‌کند؟ We really stretch them out, and what that does is it provides us a very long grain that has excellent properties, specifically in that direction. اما نوردیدن فولاد ابتدای راه است. در نزدیک دونپورت آیووا کارخانه تولید 140,000 متر مربعی راک آیلند آرسنال واقع شده است. در اینجا RHI قوی‌تر هم می شود. ترفندی که اینجا استفاده می شود به سادگی گرمای زیاد و مقداری آب یخ است. با گرم شدن RHI ساختار بلوری آن به گونه‌ای مرتب می شود که موجب تولید استحکام فراوانی می گردد. We get a whole new set of grains that have excellent combinations of strength and ductility. هر ورق تقریباً به مدت 1 ساعت در دمای 760 درجه حرارت می‌بیند و در کمال تعجب این گرما ساختار بلوری داخل RHI را وادار می‌کنند تا به شکل یک نواخت مرتب شود، مانند 1 میلیارد سرباز که سپرهایشان را دقیقاً در یک جهت بالا بگیرند. You can now quench it and temper it, and you can get excellent strength ductility properties that enable it to resist penetration. قبل از آنکه ساختار بلوری یک نواخت استحکام تازه به دست آمده اش را از دست دهد، فلز در حمامی از آب یخ آب دیده می شود. کاهش ناگهانی دما باعث منجمد شدن آن سپرهای مولکولی کوچک در جای خود می شود. Quenching is the process where you heat it up to this high a temperature. What happens is that the steel changes its structure. So the atoms in the steel arrange themselves in a slightly different way than they are arranged when the steel is just sitting at room temperature. اما همین تفاوت کوچک در ساختار بلوری کافی است تا افزایش قابل توجهی در استحکام فولاد ایجاد شود. به دست آوردن این استحکام هزینه‌هایی دارد. اکنون فولاد آنقدر سخت شده که دیگر خم و شکل دادنش برای صفحات زره دشوار است. بنابراین یک بار دیگر گرم می شود و به آرامی خنک می شود در روشی به نام بازپخت. نکته حیرت انگیز این است که در نتیجه آن فولاد انعطاف پذیر، شکل پذیر و با سختی مرحله قبل است. Tempering is very useful. What you really want to do is you want to make sure that you have some toughness, ability to absorb energy left in that material. You do that by raising the temperature up. Something made of a less strong material won't stand up to the punishment that our equipment is expected to receive in the different environments our soldiers serve. بنابراین اکنون RHI آماده است تا در میدان نبرد از سربازان محافظت کند. اما این صفحه‌های صاف چگونه یک بسته محافظتی تفنگدار را ایجاد می‌کنند؟ If you bend a solid piece, it retains its structural integrity. دستگاه پرس مدرن در راک آیلند آرسنال خم کردن این فولادهای محکم را به آسانی تا کردن کاغذ جلوه می‌دهند. اما فریب ظاهر را نخورید. این فولاد آنقدر محکم است که بدون وجود این ماشین‌های قدرتمند شکل دادن به آن عملاً غیر ممکن است. It'd take an army of guys with sledgehammers and I don't think you'd ever get the job done. از زمان استفاده نیروهای آمریکایی از آلیاژهای فولادی تقویت شده جدید در سال 2004 مرگ و جراحات تفنگداران هاموی‌ها بر اثر بمب‌های دستساز و انفجارات به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. The soldiers send us pictures and thank yous all the time. They've shown us plenty of vehicles that have been blown up and then they send a script along with it that says thank you, all of us walked away from this. The stuff we make here goes directly into the fight and it makes a difference so that our sons and daughters can come back safely. That's kind of my bumper sticker. در ادامه راز باستانی ساخته شدن این ابرفلز مدرن و سپس جستجوی فولاد منجر به انفجارهای بزرگ می شود. The blast crew will put about 2,000 pounds of powder in each hole, and that's roughly equivalent to, in each hole, what they set up off in Oklahoma City at the bombing there. Our shelter is 1,000 feet away. That's the safe limit for us.
All other personnel has to be 2,000 feet away from the blast zone. این افراد منطقی به مساحت بیش از 4000 متر مربع را پوشش میدهند و برای این کار ماده منفجری تقریباً به اندازه نصف اولین بمب اتم را استفاده می‌کنند. اما چرا کسی باید به خاطر مقداری خاک زندگیش را به خطر بیاندازد؟ پاسخ این است: این فقط کمی خاک قدیمی نیست، این تاکونیت است. ماده خامی که یک روز تبدیل به ابرفلز اصلی دنیا یعنی فولاد خواهد شد. تقریباً 98% فولاد آهن است. مشکل در این است که چون اتم‌های آهن دوست دارند با اتم‌های اکسیژن ترکیب شوند، در نتیجه پیدا کردن آهن خالص بسیار دشوار است. در عوض آهن به صورت مخلوطی از مواد معدنی مختلف پیدا می‌شود، مثلا در رسوبی شبیه چخماق به نام تاکونیت. این لایه‌های فشرده شده رسوبی تقریباً فقط 25% اکسید آهن مخلوط با سیلیکا و ناخالصی‌های دیگر را داراست. یعنی حداقل 2 کیلو سنگ معدنی لازم است تا نیم کیلو فلز تولید شود. در واقع 50 سال قبل این تاکونیت نامرغوب ضایعات به حساب می آمده و نه منبعی برای سنگ‌های معدنی. Around World War II, we ran out of magnetite. And what's commonly used now is taconite. And it's a high effort, low reward ore, but it's pretty much all we have now. در کوههای شمال مینسوتا، آرسلورمیتال روی یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن دنیا کار می‌کند. در یک چشم به هم زدن بیش از 300,000 تن صخره به آسمان پرتاب می شود. Yeah, you can feel the ground shake miles away and you can hear it miles away. از آنجا که برای تولید فولاد سنگ معدنی زیادی مورد نیاز است، همه کارها در ابعاد عظیم صورت می‌گیرند. سنگ معدنی خام در سطح‌هایی به بزرگی یک اتومبیل ریخته شده و از آنها به کامیون‌هایی به اندازه یک خانه منتقل می‌شوند. Going down into the bottom of the pit to load LC ore from the crusher. Should be right around 200 tons, give or take. هدف آنها تبدیل این صخره‌ها با 25% آهن به صفحه‌های آهنی 62% چگال شده. با این چگالی آنها را می‌توان به شکلی مفید گداخت. اما اول باید از شر همه چیزهای دیگر خلاص شد. قدم نخست خرد کردن قطعات تاکونیت است. You virtually have to beat the iron ore out of the taconite to obtain anything usable. مانند هاونی با قدرت 900 اسب بخار، یک خرد کننده اولیه تخت سنگ‌های بزرگ را با سرعت 3000 تن در ساعت خرد می‌کند. سپس میله‌های فولادی 360 کیلویی آنها را ساییده و تبدیل به شن می‌کند. اما این همه کوبیدن برای چیست؟ پاسخ این است که به این شکل می‌توان از توانایی سری آهن برای جدا شدنش از همه ناخالصی‌های دیگر استفاده کرد. مغناطیس. Magnetism is actually an element of the electromagnetic force, which is actually quite a bit stronger than gravity, a bar magnet like this one. There are electrons in here, and each electron is itself a little tiny magnet. You know, if you superimpose a magnetic coil around them, all of a sudden you get one electron spinning, the other one that was going randomly, all of a sudden it's going successfully together. و بدین ترتیب آهنرباهای بزرگ می‌توانند ذرات آهن را از دیگر ضایعات معدنی جدا کنند، چون فقط آهن به سمت نیروی مغناطیس جذب می‌شود. The nifty thing is when we are going to ores like taconite that is very high silica content, we break up the particles. One way of easily extracting that is actually to use magnetic separators. البته این هنوز آهن خالص نیست. بخش عمده ناخالصی‌ها خرد و جدا شدند، اما هنوز یکی باقی مانده است: اکسیژن. و شکست این پیوند یکی از بزرگترین چالش‌های صنعت مدرن است. با این وجود آخرین مرحله از جدا کردن اکسیژن در اینجا اتفاق نمی‌افتد، بلکه این ماده باید به کارخانه ذوب فلز فرستاده شود.
برای جابجایی سنگ آهن با خلوص 65% ابتدا با یک چسب مخلوط شده و سپس به شکل ساچمه در می آید. اما جالب اینجاست که این ساچمه های سنگ آهن نرمتر از آنند که بتوانند حرکت کنند. در نتیجه ابتدا مثل کلوچه های فلزی کوچکی پخته می شوند. They're 9.5% moisture yet, and they're very fragile, so they have to be dried in the furnace and fired at high temperature to give them their strength. نتیجه ساچمه‌هایی که می‌توانند 270 کیلو فشار را تحمل کنند. The pellets from here are shipped by rail and boat down to the blast furnace, and from that are made into steel. This is the ideal pellet, 3/8 by 1/2 inch in size, made in Minnesota. هر بار 8,000 تن ساچمه یعنی روزانه بیش از 900,000 تن به قایق‌های منتظر در دریاچه سوپریور منتقل می شود و از آنجا راهی کارخانه‌های ذوب‌آهن می شوند تا تبدیل به فولاد شوند. It's a never-ending job. You can't keep up. اما آنها نمیتوانند همیشه به این کار ادامه دهند. اغلب متخصصین تخمین میزنند که ایالات متحده فقط 27 میلیارد تن سنگ آهن قابل استخراج مفید دیگر دارد. بعد از آن آهن دیگر تمام می شود. در ادامه فولاد از آخرالزمان صنعتی دوباره متولد می شود و سپس راهی جدید برای پریدن از روی یک شکاف بزرگ. بیشتر بشناسیم. پل گلدن گیت، پل جورج واشنگتن، بناهای یادبود مرتفعی از مهندسی آمریکایی که بین فواصل وسیع معلقند. آنها به روی هم بیش از 2400 متر در فضای آزاد کشیده شدند. اگر فولاد نبود هیچگاه نمیشد از چنین فواصلی عبور کرد. It's a key component in the bridge construction process. البته همه می‌دانند فولاد تحمل بارهای سنگین را دارد. This steel is what supports the superstructure. You know, it just wouldn't work without steel. اما توانایی تحمل وزن یا مقاومت فشاری نیست که فولاد را به یک ابرماده برای ساخت پل تبدیل می‌کند، بلکه نوعی دیگر از استحکام است. استحکامی که نه در بزرگترین و سنگین‌ترین ورقه‌های فلز بلکه در کوچکترین آنها یافت می‌شود. برای هزاران سال هر کس که می‌خواست پلی بسازد باید انتخاب می‌کرد: سنگ یا طناب. You want a bridge to appear to you to be rigid, to be able to bear a lot of stresses and be able to provide a flat surface. سنگ هم مانند فولاد میتواند وزن‌های باور نکردنی را تحمل کند، اما خودش هم بسیار سنگین و سخت و شکننده است. طناب ساخته شده از مواد طبیعی سبک و کشسان است، اما زیاد سخت نیست. برای ساختن پل‌های درازتر مهندسین به جهیشی بزرگ نیاز داشتند، به ماده‌ای که هم قوی باشد و هم منعطف، و با تولید انبوه فولاد در سده 1800 آن ماده را به دست آوردند. When they developed these steels, all of a sudden when they start comparing them to the properties and performance of wood, rope, other materials, it was just superior. زیرا فولاد نه تنها مانند سنگ محکم بود بلکه میتوانست منعطف هم باشد مانند طناب. Ductility is the ability of a material to bend. به این نوع استحکام مقاومت کششی میگویند که در فولاد فراوان است. We'll make what's called a tensile specimen. So we'll machine the material down here and we'll pull on it. Now the material initially will respond like a rubber band. We'll put a load on it, we take the load off, it goes back. You really want that type of behavior because if you build a bridge out of it, if it sags, you want it to come back. در واقع فقط یک رشته سیم فولادی به قطر 2.5 سانتی متر میتواند بیش از 50 تن وزن را تحمل کند که این ماده بهترین گزینه برای تحمل وزن پل‌های طولانی است. This is the backbone of the bridge. Without steel, the bridge would crumble up and fall though. در کمال شگفتی مقاومت کششی فولاد از مقاومت فشاریش نیز بیشتر است، یعنی باری که میتوان از یک سیم فولادی آویزان کرد بیشتر از باری است که میتوان روی یک پیراهن فولادی به همون وزن گذاشت. With a bridge strand or a wire rope, you can gain a strength level approximately 3.5 times what you would have with an equivalent amount of plate or I-beam. So you can gain the strength without the mass.
اما تبدیل کردن یک تکه ضخیم فولاد به یک رشته نازک سیم کار آسانی نیست. انجام این کار به تجهیزاتی بسیار قدرتمند نیاز دارد، مانند ماشین‌هایی که اینجا در وایرکو کانزاس سیتی میزوری وجود دارد. در یک شیفت معمولی این شرکت 123 تن فولاد را به سیم تبدیل می‌کند. We make wire ropes that are as small as say a 32nd of an inch diameter all the way up to 5-inch diameter. اما چگونه میتوان یک میله فولادی به ضخامت 11 میلیمتر و طول 304 متر را به سیمی به درازه 24000 متر و فقط 4 میلیمتر ضخامت تبدیل کرد؟ انجام این کار مانند درست کردن شکلات کشی است، فقط باید خیلی خیلی محکم‌تر بکشید. Then the strands go immediately into what we call the dies where the rope is formed, and then from this point on the double drum capstans are used to pull the material, pull the finished rope through the machine. برای عبور یک میله فولادی از میان دهانهای کوچک قالب‌ها به بیش از 5000 کیلو نیرو نیاز است. اما با بیرون کشیدن سیم اتفاقی باور نکردنی روی می‌دهد. برخلاف موادی مثل آلومینیوم و پلاستیک که هرچه نازک می‌شوند ضعیف‌تر می‌شوند، فولاد نسبت به فشار واکنشی معکوس نشان می‌دهد. When you draw it and you put preferential stresses in it, that's when you will actually increase the strength and actually improve its ductility and its fatigue resistance. و با در هم تنیدن این سیم‌ها یک رشته سیم فولادی بسیار کشیده با استحکام چندین برابر تولید می‌شود. Really amazing how they come. You get 30 wires and it comes down here and makes this finished strand comes out here. It will take 1.7 million pounds to pull that strand in two, to break it. و این برای سازندگان یک پل جدید به روی میسیسیپی در نزدیکی سنت پاول مینسوتا خبر خوبی است. We have a very long span length here. We have roughly about 500 feet that we're spanning across the river. اما در اینجا مانند پل‌های معلق سنتی از طناب فولادی برای آویزان کردن کف پل استفاده نشده، بلکه در عوض طناب فولادی مستقیما داخل هسته سازه بافته شده است. This is a major structural component in the bridge. This is a post-tensioning tendon. You can put close to 900,000 pounds of force in the entire tendon. پس از کامل شدن پل، این کامل‌های فولادی عظیم تحت فشاری بسیار زیاد به زمین وصل می‌شوند تا پل را نگه دارند. در اینجا خاصیت شکل‌پذیری فولاد و مقاومت کششی باور نکردنیش بیشتر مانند کمربند عمل می‌کند تا کابل‌های معلق. So the way it works is the harder you pull on the cable, the more that collar grips the cable. نتیجه پلی جدید که میتواند هر روز وزن و فشار هزاران وسیله نقلیه جدید را تحمل کند. Ultimate tensile strength is 270,000 pounds per square inch, so it's a very strong material. We need something that's going to last 100 years. و این دوام را در سیم فولادی به دست آوردند. در ادامه فولاد در آبهای آزاد با الهه انتقامش روبرو می شود و سپس خاستگاه باستانی فولاد. بیشتر بشناسیم. ساخت فولاد در مقادیر انبوه یکی از بزرگترین چالش‌های فنی انقلاب صنعتی بود. اما اینطور که به نظر می‌رسد راز تولید این ابرماده به سال 300 پیش از میلاد باز می‌گردد که در هند و سریلانکا تولید می‌شده است. ترفند ساخت این فلز در ترکیب دقیق دو عنصر تشکیل دهنده فولاد است: آهن و کربن. اما امروز فولاد همه جا وجود دارد. این فلز چگونه به اسب بارکش دنیای مدرن تبدیل شده است؟ پاسخ این سوال هنری بسمر است. بسمر یک دانشمند بریتانیایی بود که در سال 1856 راهی بهره‌ور برای تبدیل آهن و کربن به فولاد کشف کرد. او این کار را با استفاده از دمیدن اکسیژن داغ داخل کوره‌های مخصوص برای کاهش میزان کربن موجود در فلز انجام داد. The Bessemer process made steel production far more efficient than it ever had been in history. If you want to make good high quality steel, you blow pure oxygen through the iron, and this oxidizes the carbon that is in the iron.
در دمای بیش از 1100 درجه اکسیژن عملاً کربن موجود در فولاد را می‌سوزاند. هر روز 17,000 تن سنگ آهن در کوره‌های کارخانه تولید فولاد آرسنال متال در کلیولند اوهایو ریخته می‌شود. و هر ساله این کارخانه عظیم 400 هکتاری به تنهایی آنقدر فولاد خام تولید می‌کند که می‌توان با آن دور دنیا یک خط آهن کشید. This plant is the most efficient integrated steel plant anywhere in the world. There's always a hot stove online. کارخانه‌های ذوب آهنی مثل این برای بیرون کشیدن ناخالصی‌ها از سنگ آهن و کاهش میزان کربن از گرمای شدید و ماشینالات سنگین استفاده می‌کند و بدین ترتیب فلزی قوی‌تر، منعطف‌تر و کم چگال‌تر از آهن تولید می‌کند. تبدیل سنگ معدنی با درجه خلوص پایین به پراستفاده ترین فلز دنیا در کوره‌ای به ارتفاع 60 متر آغاز می‌شود. در اینجاست که به سنگ معدنی آهن گرما داده می شود. گرمایی که از یک نوع سوخت به نام کوک تولید می شود. Coke is a result of burning the impurities and the junk out of coal that you don't need to get to the good stuff, which is going to burn cleanly and give you the nice hot clean fire that you need to make steel. به این کوره ها کوره بلند میگویند و زمانی که سنگ معدنی و کوک به سمت پایین حرکت می کند، جریانی از هوای داغ با دمای 870 درجه و حجم 3100 متر مکعب در دقیقه با آنها برخورد می کند. The wind is coming in at what we call the Bosch level of the furnace through nozzles, which are called tweers, and we have 18 of them depending on the size of the blast furnace. That air is pushing up through a solid burden material. هوای بسیار داغ باعث احتراق کوک می شود، درست مثل زغال چوب در منقل و کوره را تقریباً تا دمای 2200 درجه سانتیگراد گرم می کند. در این دما اکسیژن کاملا از بین رفته و بالاخره آهن مذاب خالص به جا می ماند. اما در این حال اتفاقی حیرت انگیز نیز روی می دهد. زمانی که گرمای شعله های کوک اکسیژن را جدا می کنند، کربن موجود در کوک با آهن پیوند برقرار می کند. You have hot blast going in, you have the material going in at the top of the furnace. And it's melting, and as it's melting, it's going down. تحت گرمای بسیار زیاد این مخلوط مایع شده و ناخالصی‌هایش مثل سیلیکون و گوگرد بالا می‌رود. آهن سنگی‌تر پایین‌تر رفته و در آنجا به شکل جریانی مذاب و درخشان بیرون کشیده می‌شود. The furnace until it turns into liquid, and it comes out the tap hole. هر 45 دقیقه نزدیک 500 تن فلز مذاب معروف به خوک آهنی از اینجا خارج می‌شود. به این دلیل نامش را خوک آهنی گذاشتند که در ابتدا در قالب‌های ریخته می‌شدند که شبیه خوک‌چای بودند که از پستان خوک مادر شیر می‌خورد. هرچند که این آهن از اکسیژن تهیه شده، اما این خوک آهنی مذاب یک مشکل جدید دارد. کربن زیادی بیش از 4% که باعث می‌شود فلز نهایی بیش از حد شکننده باشد. برای تبدیل شدن به فولاد این رقم باید به کمتر از 2% تقلیل یابد. It's all one continuous process. We want a very specific strength level. We need the carbon in a very critical range. برای اصلاح نقیصه، خوک آهنی پرکربن باید یک مرحله دیگر را هم در کوره اکسیژن پشت سر بگذارد. فولاد مذاب که اکنون دمایش بیش از 1100 درجه است، داخل این محفظه آهنی مورد دمش جریان خالص اکسیژن قرار می‌گیرد. فولاد مذاب باعث احتراق اکسیژن می شود، اما این بار سوخت موجود کوک نیست، بلکه همون اتم‌های کربنی است که با آهن پیوند برقرار کردند. در واقع مواد مذاب خودشان در حال سوختن هستند. We blow 25,000 cubic feet of oxygen per minute into the bath in the vessel. The oxygen reacts with the carbon and reduces the carbon level. هر قدر بیشتر و داغ‌تر بسوزد، کربن بیشتری خواهد سوخت. فلز مذابی که حالا از محفظه بیرون میآید ترکیبی ایدئال از آهن نرم و کربن شکننده است. فلزی مستحکم و در عین حال شکل‌پذیر، محکم اما چکش‌خوار که تبدیل به ورقه‌های درخشان و محکم می‌شود و آماده‌اند تا روی رودخانه‌ها و اقیانوس‌ها پل بزنند. این فولاد است. اما فولاد هنوز با دمای بیش از 500 درجه قرمز و گداخته است. در نتیجه فلز به مجموعی از ریختگرها و قلتک‌ها منتقل شده، با آب خنک شده و از ورقه‌های با ضخامت 22 سانتی متر و وزن 34,000 کیلو به روبانی با ضخامت تنها 2 سانتی متر تبدیل می‌شود.
کل فرایند کوره برای تبدیل سنگ آهن طبیعی استخراج شده از معدن به پر استفاده ترین فلز مستحکم دنیا فقط 2.5 ساعت طول می کشد. We are very proud. Without us, a lot of stuff can't be made. در ادامه فولاد به سراغ دشمن باستانیش می رود، اما بعد راز بزرگترین منبع فولاد که در ایالات متحده باقی مانده است. ما قدر فولاد را نمی‌دانیم، اما واقعیت این است که این ماده باور نکردنی در حال تمام شدن است. عنصر آهن تنها در قلب ستارگان تولید می شود. هیچ وقت هیچ آهن جدیدی روی زمین تولید نشده است. اما خوشبختانه این ابرماده یک حقه دیگر نیز در آستین دارد. این عنصر بی نهایت قابل بازیافت است. دو ماده اصلی تشکیل دهنده فولاد یعنی کربن و آهن تجزیه نشده و از بین نمی روند. آنها ابدی‌اند، تنها منتظرند تا با دمای مناسبی گرم شوند و دوباره به شکل فولاد کاملا نو شکل بگیرند. حیرت انگیز است که بدانید تقریباً 30% از فولادی که امروز در ماشین‌ها و یخچال‌های ما و حتی در تجهیزات جنگی وجود دارد حداقل 3 بار بازیافت شده. We would have run out of natural resources long ago with steel. You know, the global demands from China, from India, South America, all over. So the recycling is a key aspect. البته اینکه لازم نیست فولاد بازیافت شده را از زمین بیرون بکشیم به معنای آسان بودن بازیافت آن نیست. درست مثل استخراج از معدن و گداختن، این کار نیز داغ و کثیف است و خطرهای عجیب و غریب خودش را دارد. اما کارکنان شرکت گروسمن آیرون اند استیل به این کار عادت دارند، جایی که بیش از 80 سال سابقه اوراق فلز دارد. این کار و خطراتش زمانی آغاز می شود که سر و کله دلال‌های مستقر قراضه فولاد با بارهایشان در محوطه کارخانه در سنت لوئیس پیدا می شود. We get the washers, we get the dryers, we get buses, we get old trailers, tractor trailers. We'll get dump trucks in here. We will get old bicycles, you name it. اجناس اوراقی که به اینجا آورده میشوند نشان میدهند که ما چقدر از فولاد استفاده میکنیم. اما نکته اصلی بازیافت جدا کردن تنها فولاد است. هر روزه بیش از 350 بار کامیون وارد محوطه این تأسیسات 9 هکتاری میشود. بخش عمده بار آنها فلز است، اما اگر مواد منفجره یا رادیواکتیو همراهشان وارد شوند نتیجهش میتواند فاجعه بار باشد. Even the small propane bottles like you would use for camping gear or for a propane torch for soldering could cause quite an explosion. ردیاب‌های مخصوص هر گونه تشعشع را کنترل می‌کند. هر چیزی که سطح تشعشع غیر قابل قبولی داشته باشد بلافاصله از محوطه کارخانه بیرون برده می‌شود. If there is a detection, it stops that entire downstream of conveyor belts in less than 1 second. At that point, everything ceases operation, and we find out what it is and remove it. اما 99% این قراضه‌ها برای دوباره تبدیل شدن به محصولی تازه برای تامین نیاز جهانی ایدئالند. Someone's old Volkswagen may come in, and when it comes out, we produce the material to maybe bring it back as a Maserati. بعد از دسته‌بندی قراضه‌ها از نظر اندازه، وزن و گونه، یک دستگاه کاوشگر کاترپیلار 345 مسلح به قیچی‌های پرقدرت به سراغ این کوه فلز می‌رود. آرواره‌های ماشین بیش از 1000 تن فشار برشی وارد می‌کنند و هیچ ابزار دیگری نمی‌تواند هم کار جابجایی و هم برش چنین تنوعی از فولاد قراضه را انجام دهد. We'll cut it into sections approximately 6 to 10 foot long, and depending on the diameter of it, and that allows it to go through the mill without choking it down. 6 جره ثقیل کاملا هماهنگ هر بار 3300 تن فلزات را به نوار نقالی با عرض 3 متر منتقل می‌کنند. Pipe can be a particular hazardous thing to grab because if you grab it and you have one loose piece, it's kind of like picking up a handful of sticks. مقصد یک ابرخردکن با قدرت 8000 اسب بخار. I'm the king of destruction for 8 hours. خردکن یک دستگاه غول‌پیکر است که به جای حلقه های برش 10 چکش 360 کیلویی دارد که با سرعت 450 دور در دقیقه میچرخند. Whenever that is spinning and the material comes in, we have a force that's equivalent to about 1,000,000 foot-pounds of energy striking the material as it goes in.
چکش‌ها با هر ضربه فلز را خرد می‌کنند تا آنقدر کوچک شود تا بتوانند از حفره‌های الک 40 سانتی متر مربعی عبور کند. It'll take a whole bus through the unit. It'll break it down in 7 to 10 seconds, densifies, fragmentizes, and comes out about the size of your hand. دستگاه خردکن در عرض 1 ساعت 300 تن فولاد را تکه تکه می‌کند، مقدار کافی برای تولید 150 خودروی جدید. اما استکاک فلز با فلز در داخل دستگاه می‌تواند دما را تا بیش از 200 درجه افزایش دهد. بنابراین برای جلوگیری از احتراق غبار و دیگر فلزات در هر دقیقه بیش از 150 لیتر آب به داخل پمپاژ می‌شود. Very destructive piece of machinery. بعد از آنکه فلز خرد شد، از زیر 2 آهنربای قدرتمند رد می‌شود تا ضایعات آهنی را از بقیه ضایعات جدا کند. سپس فلز آماده است تا دوباره ذوب شده و مجدداً استفاده شود. Just when you think you've seen it all, it keeps coming in. از همه مهمتر این است که بازیافت منجر به صرفه‌جویی در مقادیر عظیمی از انرژی می شود. برای تولید فولاد جدید از تاکنیت خام نسبت به بازیافت 4 برابر بیشتر انرژی لازم است. Steel takes tons of energy to produce. انرژی ذخیره شده توسط بازیافت در حال حاضر مصرف انرژی سالانه صنعت فولاد را تا 75% کاهش می‌دهد. این مقدار برای تامین انرژی 18 میلیون خانه به مدت 1 سال کافی است. در ادامه فولاد ثابت می‌کند که ارش می‌دوست راست می‌گفته. بیشتر بشناسیم. صفحه‌های فولادی ضخیم، محکم، سنگین. در نگاه نخست اصلاً ماده ساختمانی مناسبی برای کشتی به نظر نمی آید. اما فولاد تحت فشار توانایی‌های حیرت انگیزی از خود نشان می‌دهد که آن را به ماده ایدئال برای ساخت نسل جدید ناوهای جنگی آمریکایی تبدیل می‌کند. Steel is the heart and soul of these vessels. اما فولاد چطور چنین کاری را انجام می‌دهد؟ چگونه یک مستطیل فولادی به ضخامت 12 میلیمتر تبدیل به انحنای تیز یک ناوشکن می‌شود؟ پاسخ این سوال در توانایی باور نکردنی فولاد برای چکش‌خواری است. یعنی این صفحه سخت و مقاوم می‌تواند خم و کشیده شده و با مشخصاتی خاص و ایدئال شکل بگیرد. Putting ships to sea is one of the harshest environments known to man. And the strength of steel, the durability of steel allows us to build these fine vessels. کار تولید این کشتی‌های جنگنده فولادی اینجا در کارخانه کشتیسازی نورتروپ گرومن در پاسکاگولای میسیسیپی صورت می‌گیرد. آهن اولین بار در دهه 1840 برای ساخت کشتی استفاده شد. اواخر همان قرن بود که بالاخره فولاد به اندازه ارزان شد که قابل استفاده شود. اما در آن زمان فولاد و تکنیک‌های ساخت و سازش به اندازه امروز پیشرفته نبودند. در این کارخانه کشتیسازی کارگران کشتیساز کارشان را با صفحه‌هایی از فولاد مرغوب به وزن 120 کیلوگرم در هر متر مربع آغاز می‌کنند. مرغوب یعنی آلیاژی که با مقادیری از کروم و مولیبدنم و نیکل ریخته شده. به این ترتیب آلیاژ بدون قربانی شدن استحکام قابلیت شکل‌پذیری فوق‌العاده پیدا خواهد کرد. In ship construction, the high yield 80 and 100 material are amongst the most advanced and desirable materials for this purpose. در واقع این آلیاژ باور نکردنی میتواند تا 7000 کیلو در هر سانتی متر مربع فشار را تحمل کند. حتی بعضی از مکانیک ها گمان میکنند که اگر تایتانیک هم از فولاد مرغوب ساخته شده بود غرق نمیشد. برش این ورقه ها به ضخامت 9 تا 12 میلیمتر به ابزار خاصی به نام اره پلاسما نیاز دارد. پلاسما نوعی از گاز یونیزه شده است که مشابهش روی سطح خورشید نیز وجود دارد. این ماشین برای تبدیل یک جریان گاز خنثی به شعله برش دهنده پلاسما با دمای 16000 درجه سانتیگراد از یک جریان الکتریکی قدرتمند استفاده می‌کند. هر ورقه برش خورده فولادی باید داخل یک دستگاه پرس غلطکی 2700 تنی قرار بگیرد. It's an art. Okay, there's a lot of science involved as far as the pressure and the movement of the machine. با حرکت پنل در دستگاه پرس فشار و گرما به آن وارد می‌شوند تا ورقه فولادی دقیقاً مطابق با ویژگی‌های تنه منحنی کشتی خم شود.
After we roll across it a couple more times, it ought to soften up. As you apply the pressure to the plate and it's rolled through the machine, you're transferring that pressure all the way across the plate. توانایی فولاد برای انعطاف و خم شدن بدون شکستگی برای مقاومت در برابر نیروهای قدرتمند اقیانوس ضروری است. برخلاف تنه کشتی، عرشه آن باید کاملا مسطح بوده و بتواند وزن بیش از 5000 نفر پرسنل به علاوه هواپیماها و تجهیزات را تحمل کند. در نتیجه در زمان ساخت همه چیز بستگی به کیفیت جوش در لبه صفحات خواهد داشت. برای اطمینان از اتصال محکم بین صفحات عرشه با تنه کشتی، لبه‌های صفحات باید پرداخت شود. درست شبیه همان کاری که پیش از چسب زدن انجام می شود. این پرداخت سطوح زبری روی هر دو لبه ایجاد می کند که باعث می شوند جوش‌های جدید شکل گرفته در یکدیگر محکم شوند. The milling is done by a head that is put into this piece of equipment. It's got several teeth in each head, and as a piece of steel goes down the line, it just mills it as it goes. این آلیاژ فولادی بسیار سخت که متشکل از 1% کربن است و برای کاربردهای پرحرارت با تنگستن تقویت شده میتواند در هر دقیقه 1900 سانتی متر فولاد را ببرد. با آماده شدن لبه ها زمان جوش فرا میرسد. در اکثر مواد دیگر هر نوع اتصالی یک ضعف به حساب می آید، اما از آنجا که فولاد می تواند ذوب و دوباره سفت شود، قطعه جوش داده شده عملاً به قدرتمندی قطعه اصلی خواهد بود. Welding is a way of joining materials without having to use fasteners. But what you really are doing is you're locally melting the material, letting it flow together, solidify, as if you just cast it in place. The ship's going up and down on the sea. Oh, it's twisting and turning. If we didn't weld the ship together, it would tear apart. امروزه مونتاژ کردن یک ناوشکن از سینه تا پاشنه تقریباً به همان اندازه طول می‌کشد که نیروی دریایی ایالات متحده در زمان جنگ جهانی دوم صرف جنگیدن کرد. From the time that we unload the steel from the rail car, cut it, process it, build it, deliver this ship is approximately 3 years. اما هیچ کدام نمیگویند چرا کشتی ساخته شده از فولاد روی آب شناور میماند. علیرغم چگالی و وزن هر قطعه، بدن کشتی دور یک هسته داخلی کاملا توخالی کشیده شده است. در نتیجه حجم آب جابجا شده توسط کشتی وزن بیشتر از فولاد استفاده شده در کشتی خواهد داشت. What we really have to look at is the old Archimedes principle that you're displacing amount of water and that provides a force that holds things up. بنابراین فولاد شناور میماند. فولاد جان انسانها را نجات می‌دهد، بر فراز آب پرواز می‌کند و روی آن شناور می‌شود. یکی از بزرگترین پیشرفت‌های تکنولوژیک بشری است که هنوز هم امنیت کشور را تأمین می‌کند و از همه مهمتر قابل بازیافت است. بنابراین حتی زمانی که منابع سنگ آهن دنیا رو به اتمام بگذارند، همیشه منبعی برای این ماده حیاتی دنیا یعنی فولاد در دسترس خواهد بود. یعنی فولاد.